Willkommen zurück im lustigen Leben von Kari und Janusz. خب جمله اول اینه Willkommen zurück im lustigen Leben von Kari und Janusz. خب بیاین اینو از گرامی بررسی کنیم. Willkommen zurück یعنی خوش برگشتید یا دوباره خوش اومدید. خود کلمه zurück یعنی بازگشت و Willkommen هم یعنی خوش اومدید. یعنی ترکیب این دوتا میشه خوش برگشتید یه جورایی. حالا میرسیم به بخش مهمتر جمله. Im lustigen Leben. اینجا یه نکته گرامری مهم داریم. کلمه ایم در واقع مخفف این دم هست، چون داریم میگیم در زندگی شاد و فعل یا عبارت این از اون حرف اضافه هاییه که با حالت داتیو میاد وقتی که صحبت از مکان ثابت باشه. حالا کلمه لیبن که به معنی زندگی هست یه اسم خنثی یا نوتراله. آرتیکل اون در حالت عادی دست لیبنه، دست آرتیکلش، ولی اینجا چون با داتیو طرف هستیم آرتیکل دست تبدیل میشه به دم، پس میشه این دم لیبن که خلاصش میشه ایم لیبن. حالا صفت لوستیش که به معنی شاد یا بامزه است، چون قبل از اسم در حالت داتیو اومده باید صرف بشه. تو داتیو همراه با آرتیکل معین مثل دم صفت بهش ان اضافه میشه، پس داریم لوستیگن لیبن. در نهایت ترکیب کاملش میشه این لوستیگن لیبن یعنی در زندگی شاد. و در بخش آخر جمله هم که فون کاری اون یانوش یعنی متعلق به کاری و یانوش یا همون زندگی کاری و یانوش. حرف اضافه فون هم همیشه با داتیو میاد، ولی چون اینجا اسم و ضمیر نیست نیازی به تغییر ظاهری خوب نداره. پس کل جمله یعنی خوش برگشتید به زندگی شاد کاری و یانوش. Janusz hat sich heute als Hobbit verkleidet und möchte euch den Hauptbahnhof zeigen. Janusz hat sich heute als Hobbit verkleidet und möchte euch den Hauptbahnhof zeigen. خب این جمله رو مرحله بررسی کنیم. اول از همین جمله از دو تا بخش تشکیل شده که با und به هم متصل شدن. بخش اول Janusz hat sich heute als Hobbit verkleidet و بخش دوم möchte euch den Hauptbahnhof zeigen. خب بخش اول Janusz hat sich heute als Hobbit verkleidet. اینجا فعل اصلی جمله verkleiden هست که معنی لباس پوشیدنه یا خود را به شکل کسی یا چیزی در آوردن، که این فعل تو زبان آلمانی یک فعل انعکاسی یا رفلکسیوه، یعنی با ضمیر زیش استفاده میشه و ساختار جمله هم به صورت پرفکت یا گذشته کامل اومده. hat verkleidet که همون پرفکت یا گذشته است دیگه، زیش هم که ضمیر انعکاسیه و هویت هم یعنی امروز. عبارت als هابیت نقش مکمل داره، یعنی نشون میده که یانوش خودش رو به شکل هابیت در آورده. پس ترجمه این بخش میشه یانوش امروز خودش رو به شکل هابیت در آورده. حالا میریم سراغ بخش دوم جمله. möchte euch den Hauptbahnhof zeigen. فعل اصلی این بخش zeigen هست به معنی نشون دادن و مشته شکل کنیونکتیو سوای از فعل موگن هست که برای بیان خواستن مؤدبانه یا تمایل استفاده میشه. بنابراین مشته سایگن به معنی میخواهد، نشان دهده. حالا بین این دوتا فعل دوتا مفعول داریم. اویچ که به معنی به شما، مفعول غیر مستقیم یا همون داتیوه. دن هاوپتبانهوف یا همون ایستگاه مرکزی، مفعول مستقیم و آکوزاتیو بمونم. حالا چرا اینجا گفتیم دن هاوپتبانهوف؟ چون هاوپتبانهوف مذکره، ده هاوپتبانهوف در است، ولی وقتی به عنوان مفعول مستقیم یا همون آکوزاتیو میاد آرتیکل در تبدیل به دن میشه. پس اویچ داتیوه یعنی به کی، به شما، در جواب به کی اومده. دن هاوپتبانهوف آکوزاتیوه، در جواب چی رو، ایستگاه مرکزی رو. نتیجه این بخش میشه میخواد ایستگاه مرکزی رو به شما نشون بده. و حالا کل جمله
Janusz hat sich heute als Hobbit verkleidet und möchte euch den Hauptbahnhof zeigen. ترجمهش میشه یانوش امروز خودشو به شکل هابیت در آورده و میخواد ایستگاه مرکزی رو بهتون نشون بده. Wir gehen jetzt in den Hauptbahnhof in Berlin. und schauen, was es da alles Schönes gibt. خب جمله سوم اینه. Wir gehen jetzt in den Hauptbahnhof in Berlin und schauen, was es da alles Schönes gibt. خب بیاید بازم مثل قبل مرحله تجزیهش کنیم. بخش اول جمله میگه wir gehen jetzt in den Hauptbahnhof in Berlin. خب wir که یعنی ما، gehen هم که میرویم، همون زمان حال ساده هست. jetzt الان in den Hauptbahnhof به ایستگاه مرکزی. حالا اینجا یه نکته گرامری خیلی مهم داریم. حرف اضافه این جزء حرف اضافه های دو حالته وشتل پرپوزیسیونن ها هست. یعنی ممکنه هم با داتیو بیاد یا با آکوزاتیو بیاد، بستگی معنی داره. اگه حرکت یا تغییر مکان داشته باشیم آکوزاتیوش میکنیم و اگه فقط توصیف یک مکان ثابت باشه داتیو میکنه. اینجاشون داریم وارد شدن یا حرکت به سمت مکان رو شرح میدیم، پس آکوزاتیوه. و چون هاوتبانهوف اسم مذکره یا اون در هاوتبانهوف هست، آرتیکل در حالت آکوزاتیو میشه دن. پس این دن هاوتبانهوف به ایستگاه مرکزی. و آخر جمله هم گفته این برلین، یعنی برلین. اینجا چون اشاره به موقعیت ثابته با داتیو اومده و برلین خودش اسم خاصه و نیازی به آرتیکل نداره. پس تا اینجا جمله میشه ما الان وارد ایستگاه مرکزی در برلین میشیم. حالا بریم سراغ بخش دوم. اون schauen was es da alles Schönes gibt. schauen که همون نگاه کردن یا تماشا کردنه. was es da alles Schönes gibt. ببین اونجا چه چیزای قشنگی هست. was es da alles Schönes gibt. was چه چیزی، ضمیر پرسشیه که اینجا نقش مفعول داره. es gibt وجود دارد. da آنجا. alles Schönes همه چیزهای قشنگ. حالا یه نکته ظریفی که اینجا هست، چرا گفته شونس و نه شونه زخ نوسمتی یا یک هم چیزی. اینجا داریم از اسم سازی از صفت استفاده میکنیم که توی آلمانی خیلی رایجه. یعنی وقتی مثلا میگیم etwas شونس یعنی یه چیز قشنگ، و چون etwas alles nichts جز واژه های بی‌معینن، بعدش صفت با حرف بزرگ و بدون اسم میاد مثل یه اسم واقعی. پس alles schönes یعنی همه چیزهای قشنگ. در نتیجه کل جمله میشه ما الان وارد ایستگاه مرکزی برلین میشیم و میخوایم ببینیم اونجا چه چیزهای قشنگی هست. Los Geht's. Jetzt stehen wir in der Eingangshalle. خب جمله بعدی jetzt stehen wir in der Eingangshalle. جمله خیلی ساده است ولی چند تا نکته مهم داره که باید بهش توجه کنیم. اول از همه ترتیب جمله jetzt به معنی الان قید زمانه اومده اول جمله، پس جای فعل و فاعل جابجا شده. stehen wir. stehen خود به معنی ایستاده ایم یا ایستاده هستیم. فعلیه که در زمان حال ساده اومده. wir هم که به معنی ما. بخش بعدی in der Eingangshalle در سالن ورودی. فعل اشتیهن به وضعیت ایستا اشاره میکنه نه حرکت. وقتی با این همراه باشه و منظور اون مکان ثابت باشه، حرف اضافه این با حالت داتیو میاد، چون اشاره داریم به کجا هستیم نه اینکه کجا میریم. پس از داتیو استفاده میکنیم. حالا کلمه آیگانگسهاله یعنی سالن ورودی مؤنثه. دی آیگانگسهاله، پس تو حالت داتیو چون رفته میشه این دا آیگانگسهاله. در نتیجه وقتی که حرکت باشه این دی آیگانگسهاله میگیم که آکوزاتیو میشه. وقتی توی حالت ثابت باشیم این دا آیگانگسهاله، دی تبدیل به دا میشه. پس ما اینجا داریم که ما ایستاده این در سالن ورودی. کلا توی زمان آلمانی تفاوت مهمی بین حرکت و موقعیت هستش. وقتی کسی میره به جایی از آکوزاتیو استفاده میکنن، ولی وقتی جایی هست از حالت داتیو.
Hinter uns ist die Anzeigetafel. خب hinter uns ist die Anzeigetafel. hinter که به معنی پشته. دو حالته، هم میتونه آکوزاتیو و داتیو باشه. اونس که یعنی ما که توی حالت مفعولی داتیو اومده. ایستم فعل بودن یا همون زاینه که توی حالت سوم شخص مفرد اومده. دی انزایگتافل تابلوی نمایش یا همون مانیتور اطلاع رسانی ایستگاه ها هستش. حالا از لحاظ گرامری چی داریم اینجا؟ حرف اضافه هینتر هم مثل این از حروف اضافه دو حالت است، یعنی ممکنه با آکوزاتیو یا داتیو بیاد، بسته به اینکه آیا حرکت داریم یا نه. اینجا ما فقط موقعیت مکانی رو داریم توصیف میکنیم، میگیم مثلا یه چیزی کجاست، نه اینکه چیزی به پشت میره. پس حالت ثابت داریم و بنابراین از داتیو استفاده میشه. حالا ضمیر ویر یعنی ما در حالت داتیو میشه اونس. پس هینتر اونس پشت سر ما توی حالت داتیو یعنی. ادامه جلو ایستی انزایگتافل تابلو نمایش قرار دارد. چون داریم موقعیت مکانی یه چیز رو بیان میکنیم، ترتیب جمله اون شکلی، اول قید مکان اومده، بعد فعل اومده و فاعل. یعنی هینتر اونس که قید مکانه، بعد ایست فعلمونه، بعد دی انزایگتافل فاعل جمله اومده. پس ترجمه کل جمله میشه پشت سر ما تابلوی نمایش قرار داره. کلمه انزایگتافل مؤنث، آرتیکلش دی هست، ولی چون توی این جمله نقش فاعل داره همون دی باقی میمونه، یعنی نرفته به حالت داتیو چون خودش فاعله. Ich sehe nur das Café. Ich sehe nur das Café. Ich که همون به معنی من، زیه فعل زیهنه که آکوزاتیو سازه، نو به معنی فقط که قید دست کفه. خب فعل زیهن که فعل آکوزاتیو سازه همیشه. اسم کافه آرتیکلش در حالت نرمال دسته، تو حالت آکوزاتیو هم اسمای خونسا تغییر نمیکنه، همون دست میمونن. پس معنیش میشه من فقط کافه رو میبینم. این نکته که هست فعلایی مثل تیقینکن، اسن، هوقن، زیهن همیشه نیاز به مفعول مستقیم یا آکوزاتیو دارن. Ich hole mir jetzt einen Kaffee. Bis gleich. خب ich hole mir jetzt einen Kaffee. Bis gleich. جمله اول ich hole mir jetzt einen Kaffee. فعل هولن به معنیش برداشتنه یا رفتن و آوردن. اینجا یعنی برام برای خودم یه قهوه بیارم. و یه حالت انعکاسی شده. میه خب برای خودمه، اینجا از میه استفاده شد چون در آلمانی وقتی چیزی رو برای خودمون میگیریم معمولا از داتیو انعکاسی استفاده میشه و این ساختار در آلمانی خیلی رایجه. زیش هولن، زیش اتفاس هولن، یعنی چیزی رو برای خود گرفتم. پس ich hole mir einen Kaffee یعنی من برای خودم یک قهوه میگیرم. اسم کافه هم یک اسم مذکر، آرتیکلش ده هست، اما چون اینجا نقش مفعول مستقیم داره بعد آرتیکل آکوزاتیو بگیره که آرتیکل نامعین تو حالت آکوزاتیو مسکولی میشه einen. پس در کافه در آکوزاتیو میشه einen کافه. ترجمه کاملش میشه من الان برم برای خودم یه قهوه بگیرم. جمله دوم بیس گلایش، یک جمله خیلی رایج و کوتاه. بیس یعنی تا، گلاش یعنی به زودی یا همین الانا، یعنی تا بعد نزدیک یا فعلا تا چند دقیقه دیگه میبینم، یه همچین معنی داره. کلا تو آلمانی وقتی کسی میخواد برای خودش چیزی بگیره یا انجام بده معمولا ضمیر داتیو استفاده میکنن، مثل ich mache mir einen Tee یا ich kaufe mir ein Buch، یعنی برای خودم کتاب میخرم یا برای خودم چای درست میکنم. اینجا همونه ich hole mir einen Kaffee. Bis gleich. Janusz geht Kaffee kaufen. Janusz geht Kaffee kaufen. خب این محل بررسی کنیم. اینجا یک ساختار دو فعلی مواجهیم. گیت که فعل صرف شده اصلی، کاوفن مصدر اینفینیتیوی که پایان جمله اومده. این الگوی یکی از رایج‌ترین ساختارهای آلمانیه که فاعل میاد بعد فعل صرف شده، حرکت میاد بعدش چیزی، حالا بعدش مصدر. مثلا ich gehe schwimmen، من میرم شنا کنم. wir fahren einkaufen، میریم خرید کنیم. یعنیش که فاعل اینجا، گیت صرف فعل